سلام دوستای عزیز، به یک ویدیوی دیگه خوش آمدین. مطمئن هستم خیلی از شما درباره شانسن کارت یا کارت فرصت طلایی کاری در آلمان شنیدین. این شانسن کارت یا کارت فرصت طلایی در آلمان دقیقاً چی است و به چه کسایی هستند؟ کارت فرصت طلایی یا شانسن کارت یک پروسه است که در سال گذشته دولت آلمان تصمیم گرفت که سالانه به صدها هزار نفر کارگر ماهر ضرورت دارند و با کمبود نیروی کاری اینا مواجه هستند. بنابراین یک پروسه بین المللی را در پیش گرفتن که افراد و اشخاص دارای یک مهارت و حرفه خاص در بخش انجینیری، خصوصا در بخش طب و در بخش آیتی و همچنان در بخش دیگه بخش ها ضرورت دارند. اینها یک پروسه را پیش گرفتن که افراد و اشخاص از سر تا سر جهان به شکل آنلاین در این برنامه می توانند که ثبت نام کنند و اگر واجد شرایط بودند و بعد از تکمیل ثبت نام اینها یک ایمیل دریافت می کنند. شانسن کارت یا کارت اقامه یک نوع ویزه یک ساله می باشه که برای شما ارائه میکنن که شما با این کارت یا این ویزه میایین داخل کشور آلمان و در اونجا بر یک سال این فرصت دارید که شما کار کنین و وظیفه مورد دلخواهتان پیدا کنین و اونجا وظیفه بگیرین. قرارداد میکنید و کار میکنید. بعد از اینکه شما قرارداد کاری گرفتین و در اونجا کار کردید میتوانید که بعد از 3 سال یا بعد از 5 سال شما رسما به پاسپورت یا همو سیتیزنشیپ کشور آلمان میتونید که شما به دست بیارین و درخواست میتین که خب چگونه به این برنامه ثبت نام کنیم. برنامه بسیار آسان است. اینی لینک اصلی است که این وبسایت داره از خود دولت آلمان می باشه که به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی و به زبان ترکی است. بنابراین در این قسمت ما صرفا زبان انگلیسی را انتخاب میکنیم و این میایم اینجا روی Start Now کلیک میکنیم که بعد از اینکه استارت ناو کلیک کردیم این صفحه باز میشه. میگه شما از کدام کشور هستین یا ملیت شما از کدام کشور است. افغانستان انتخاب میکنیم. اینجا گفته که میخواین در کشور که زندگی بکنید آیا متفاوت‌تر از کشور اصلی خودتان است که اینجا را باید دوستا شما اگر شما مثلا در ایران، پاکستان، ترکیه هستین این گزینه را شما یس بگیرین. اگر از خودتان از افغانستان اپلای میکنین پس ایران نو بگیرین. اینجا دیگه گفته که آیا همون شرایط را حداقل با 2 سال تجربه کاری دارید. اینجا چند گزینه داره دوستان متوجه باشین که شما این را باید بخواین و نظراتتان در این مورد نظر به شرایط خودتان میتونید در اینجا نوشته کنین. اینجا را کلیک بکنید. در اینجا نمونه میگیم که به طور مثال که من یک سند دانشگاه را دارم. اینجا گفته که آیا شما سند دانشگاه را که گرفتین در کشور آلمان مدار اعتبار هست یا خیر. اینجا چند گزینه دیگه داره که شما نظر به شرایط خودتان، مثلا اگر شما دانشگاه در افغانستان خونده باشین میگین که I don't know. اگر نظر به شرایط خودم شخصا من اگر به شما نظریه بتم ایره کلیک میکنیم که اگر شما در یکی از کشورهای اروپایی درس خوندید یا یکی از کشورهای دیگه که سند و دانشگاه او کشور مدار اعتبار در آلمان است پس یکی از این موارد را کلیک بکنید که نظر به شرایط شما فرق میکنه. در اینجا به طور مثال ما میگیم که I don't know. در اینجا گفته که به چه اندازه شما آلمانی صحبت کرده میتوانین. اینجا نظر شخصی معی است که حداقل شما ایره لیتل A1 بگیرین. ایره انتخاب بکنین چرا که A1 سطح زبان آلمانی هر زبانی که باشد یک سطح بسیار ساده است. مثلا من میگم که نام شما چیست، احوال پرسی، کانورسیشن که با انگلیسی میگیم، این مواردا را از شما پرسان میکنه که باید حداقل ایره باید شما یاد داشته باشین و که شما را حتما این قسمت کلیک بکنین که در امتیازات شما این مورد اضافه میشه. یعنی شما حتما A1 را انتخاب بکنید. در اینجا گفته که چی اندازه انگلیسی صحبت میکنید. این را حتما گزینه اولی را انتخاب بکنید. در اینجا سن سالتان را انتخاب بکنید. اگر شما بین 18 تا 34 سال هستین اولی را بگیرین و اگر از 35 تا 39 سال هستین دومی را انتخاب که در اینجا ما از 18 تا 34 انتخاب میکنیم. گفته آیا تجربه کاریتان مشابه به سند که شما از یک بخش از دانشگاه گرفتین. مثلا اگر شما انجینری خواندین آیا تجربه کاری شما در انجینری دارین یا خیر. که شما حتما باید یس بگیرین که این پوینت یا امتیاز بیشتر به شما میته. شانسن کارت یک مرحله است که هر چقدر که امتیازات شما در این بخش سوالا زیاد باشه احتمال ایره داره که به شما ایمیل تاییدیه از سفارت شما حاصل کنید. در اینجا گفته که نظر به رشته‌ای که شما در دانشگاه خواندین چی است، چند سال تجربه کاری دارین. شما بهتر است که گزینه اولی را انتخاب بکنید. بگین که شما بالای 5 سال تجربه کاری دارین و
در اینجا گفته که چند سال تجربه کاری در بخشی که درس خواندید دارید و میتونید که او را ثابت کنین. اینجا قراردادها و سرتیفیکیت هایی که در پیش شما موجود است میتونید که اینجا ارائه کنین. در اینجا گفته که شما رشته درسی که شما در دانشگاه خواندین در کدام یک از رشته ها بوده، در کدام بخش ها، بخش ساینس، ریاضی، انجینیری، هلت کلیر، بخش صحی یا بخش تعلیم تربیه یا بخش آیتی. مثلا اینجا ما به صورت نمونه میگیریم که در بخش ساینس، ریاضی و انجینیری. و اینجا گفته که به مدت 6 ماه در 5 سال گذشته آیا شما آلمان زندگی کردید، که ما اینجا نخیر میگیریم. در اینجا سوال کرده که شما آیا متأهل هستین، خانمتان میخواین که همراهتان با همه شنسن کارت داخل آلمان ببرین یا خیر؟ اگر شما مجرد هستین نخیر بگیرین. اگر متأهل هستین میخواین که خانمتان را هم از طریق شنسن کارت یعنی وارد کشور آلمان کنین، باید خانمتان هم این شرط داشته باشه. اول که باید تحصیل کرده باشه. در اینجا گفته که آیا پارتنرتان شما واجد شرایط به کارت فرصت طلایی آلمان هست یا خیر. شما این گزینه ها را بخوانید. نظر به این شرایطتان شما معلومات دارید که اگر خانمتان هست یا مثلا خواهرتان هست همراهتان میره و تحصیل کرده هستند در یکی از رشته ها، اینجا قبلا تذکر دادم، او را هم بگیرین که واجد شرایط است یا خیر. مثلا شما میگیرین که درست است، بله واجد شرایط است. اینجا گفته که آیا شما به اندازه کافی منافع مالی یا پولی دارین که بتوانید حداقل مصارفتان را در داخل آلمان پیش ببرین، همچنان با مصارف شخصی خودتان، که در این گزینه بسیار مهم است که شما بله بگیرین. اگر نخیر بگیرین به این معنی است که تقریبا 50% امتیازات شما کم میشه. این احتمال خیلی کم وجود داره که شما ایمیل از طرف سفارت دریافت بکنین. بنابر مرحله اول ایره بله بگیرین و بعد از این مرحله ویزا و تمام موارد دیگه که خلاص شد شما به مرحله بعدی را پیدا میکنین. باز میشه که راه های دیگر را بر درآمد یا کسب کارتان شما جستجو بکنین. در اینجا گفته که شما آیا یک جاب آفر دارین یا خیر که در کشور آلمان که شما اینجا را نخیر بگیرین. و در اینجا گفته که نامتان و ایمیلتان را وارد کنین، که مثلا ما میگیم که نام ما احمد و ایمیل ما را وارد میکنیم و این را سبمیت میکنیم. خب بعد از اینکه سابمیت کرده در اینجا به شما که میاد پیام تبریکی که تبریک باشه، congratulations، یعنی شما 8 پوینت نظر به این جواب هایی که شما در سوالات دادید 8 پوینت گرفتید. 8 پوینت به این معنی است که شما واجد شرایط سنشن کارت یا کارت فرصت در کشور آلمان هستین و شما باید منتظر باشین که تا از سفارت مربوطه به شما ایمیل بیاد و درخواستتان درخواستنامه تانه و بخوانند که مرحله بعدی برای درخواستنامه ویزا و اسناد و استیتمنت های بانکی شما می باشه که و همچنان پیش از اینکه شما ایمیل را دریافت بکنین بعضی از مواردهای و بعضی از اسنادهای دیگه است که شما باید آمادگی از او را هم داشته باشین و اونا اسناد پیش شما باید تنظیم و آماده باشه. در مرحله اول انابین دیتابیس چک است که به این معنا است که یک وبسایت است که شما بالای از این کلیک میکنید و از اونجا نام دانشگاهتان انتخاب میکنین و سرچ بکنین که اگر رشته شما در دانشگاهی که درس خواندین در کشور آلمان مدار اعتبار است یا خیر. این هر دو سایت همین کار را انجام میده. و در مرحله بعدی استیتمنت بانکی شما را یعنی بلاک اکاونت شما را خواسته که بالای گزینه کلیک میکنیم که در اینجا چند مرحله است که خودتان پیش ببرید تا همو حساب بانکی مقدار پولی که دارین حدود $12,000 میشه که 12,324 یورو در اینجا نوشته شده است. باید بلاک بکنین به اینجا و به این معنی است که اینمی مقدار پولی که در طول یک سال در اکاونتتان باشه در اینجا بلاک میشه. و در اینجا یک تمپلیت است که باید توی دانلود بکنید. همون اپلایمنت است، اپلایمنت ریفرنس استیک است که جایی که شما قبلا کار کردید اونا را باید تایید بکنید. و در اینجا گفته که اپلای ویا جیمینی ام پی سی ان پاکستان، در صورتی که شما ویزی دریافت کردید اگر واجد شرایط بودین تمام اسنادهای شما آماده بودن شما میتونید که از طریق آنلاین ویزا اپلیکیشن که اینجا هست میتونید کلیک کنید و یک فرم است که او را باید خانه‌پوری کنید و بر مرحله بعدی که ویزا است. خب بعد از اینکه شما ثبت نام کردید یک ایمیل دریافت میکنید که اینجا به ما ایمیل آمده. بالای اینی کلیک میکنیم
و چند لحظه صبر میکنیم که باز شوه. این همون مرحله اول است که ما دقیقا تشریح کردیم. شما باید منتظر ازی باشین که از سفارت بر شما ایمیل بیاید در خصوص مرحله بعدی و در خصوص تمامی اسناد شما باید که پیش ازی که شما آمادگی داشته باشین برای مرحله بعدی و در خصوص تمام موارد. و تشکر دوستای عزیز، اگر ویدیو بر شما مفید بوده است یک خدمت است به جامعه افغانستان. تشکر.